نیست. جناب جنگاور رو دستگیر کردند. چی؟ جنگاور رو دستگیر کردند؟ بله جناب، در امنیت بیاناتش رو گرفته ایستادند. آبا افسانه جنگاور هم تمام شد. رفته در حال کی بودنش رو فهمید. اطاعت سردار. کاری بزرگ کرده اونال. این آدم رو دولت سالهاست که جستجو دارد. چهره این آدم سری دولتی است. هر چی که دیده در همین جا میماند. یگان کس نفهمد. چه خیلی که خواهی سردارم. ای شوکت روسیا چیکار بود که تو کردی؟ خدا زد روسیا شد. این خوبش رو بکش. البته سردار، پشتت رو گردان. ایس نجام. این شیری نه کی باشه و آی شوکت همکار شیقو لیوا سازی کماندیر. این جنگاور نیست، انیقو نیست سردارم. شما مگر ما رو مسخره دارید؟ جنگاور رو نیفتید و با جای جگر کس رو گرفته آوردید. نه اکای اونالو لیوند یگان گناه نداره کماندیر. این کاری شما رو این خیل نمیگذارم. بگذار دیگرها فکر کنن که جنگاور در دستی ما است. این رو با کسی نگوید. ای تو سردارم. قاش و قواق کماندیر بین عصبی شی. ای سردارم، من با شما گفته بودم که این جنگاور نیست. آخه این لباس سرخ پوشیده است. شوکت ایزو سرخک است. ای شوکت بیعقل، لباس اینوپلانتیان پوشیده فهمیدم. لباس ساختمانی پوشیده همه جا رو کندی باز هم فهمیدم. بیعقل سگ، لباس سرخ پوشیده. من جنگاورم گفته در کوچه ها میگردی خودت را کشتن میخوای. تو حیوان هستی، بیعقل دیوانه. از جانت بیزار شدی؟ استغفرالله سردارم، وضعیت رو میفهمونم. یگان نفر گپ نزن لعنتی، گپ نزن. کنعان دیوانه در بیرون است. با او دیم نه اک التماس اکای اونال جان قربان شوم. چی کاری میکنی بکن، نکی من در دست کنان دیوانه نده. دستانش را کشو. اطاعت سردارم. بخشش زیاد برادرها. من اینجا رو خشور نمیدونم. یگان کابینت خالی باشه من لباسم علیش کنم برادرها. خبشین ابله. حاجت خانه هم باشه میشه. روگم شال. تمام سردارم، من این رو میبرم مسئله شما. اکای اونال جان رحمت کلام خیلی که اتاب شال. همکار بوده است. بی شرفی حیوان. نمک لبایکا مرا گوش کن. کی بودن این جنگاور معلوم که شد در حال یگان جنایت کرده و درون میدرایی و او را در درون میده